یه پیام دارم واسه گانای عزیز. مثل تاشون خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. بچه موضوع ویدیو امروز اینه که من میرم کتاب میگم و آیتماشو بررسی میکنیم با هم و برای گردون گانه جدید حتما اسپین میزنیم. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها من میومدم باید پرستویم سه تا خوبیه ولی ندیدیم ارزششو نداره. این پایین اینجا نبود. اینها یه باگی بزنیم الان براش، یه باگ نیاموسی بزنیم. کتاب بده تا کتاب نده بخیر. 1 2 3 تموم زدیم گرفتیم کیف کردیم کتابو. خب بریم کتاب بررسی کنیم. عجب اولین اسپین رو بزنیم و میگیم من درخواست ندادش، من کار دارم. همین رو بده با اولین اسپین یعنی گرد میشه آجی. یا خدا حیف نداد. مشکلی میکنم کردن بامبش خوبه ولی موقعا نیست که قیش هم خیلی خوب نیست باید داشتش خیلی باده. یخش تو کسان خیلی خوب آجی. ایکی که کلن هم قشنگ هم قدرت ایکی داره، ایکی مکسو داره خوبه، تنزش هم خوبه. این از این یارو هم داره خیلی خوبه. خب دیگه چی کار کنیم؟ بریم برای گردونه 10 اسپین بزنیم. شاید یه چیزی داد نداد. خب باید یه باگی من 3 تا هم زده بودم بچه. یه باگ نیاموسی باید بزنم با همین 2 تا باید بده. آخری بگیشه من باید خودم مثلا 99 تازه بزنم بگم اینجوری نمیشه. اول میایم اینجا رنگ ها رو بررسی میکنیم و بعد دوباره میایم رو رنگ اینجا از این میدونه از این چیزا میگیریم و میدونه از این چیزا میگیریم. باک میزنیم باشد باک میزنیم فقط باک. خب میایم رو این عجب سوسیسیه. میگیریم یه لاکچی رویال نه اینجا اسم میزنیم یه چند تا تکی یه دونه 10 شروع دارم یه دونه 10 تایی دیگه یه دونه 10 تایی دیگه یه دونه 10 تایی دیگه و یه دونه 10 تایی دیگه. یه دونه تکی بزنیم و بریم سراغ اسپین گان لولی جان. من اینو چند بار غیر فعال کنم که اینجوری یا خدا من چیز کنم جون من بده آدم تایی بده خیلی کار زیاده. من اصلا ندیم من با هیچ نکردم. یا خدا بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات چی کار میشه کرد؟ خب میایم اینجا یه چند تا از این چیزا میزنیم. تیکا رو غیر فعال میکنیم و میایم اینجا یه از اینجا میزنیم و بله بازم نمیده که معلومه که خب 3 تا فقیری هم بزنیم. 3 تا کامل بزنیم اینجا. یعنی با آدم فضایی اینجا خیلی بیناموسی گرم گاهر صدا همو داری. خوبه. یه پیام دارم واسه گانای عزیز. آره من همون که میدونی مال از اینه دیگه دیگه ناموسم من مادرشو بایدم چرا اینجوری میکنی؟ ما زحمت میکشیم پول در میاری کنیم. حالا با این اسمایی اینجا هم بزنیم اینجا بیلاخ طلایی داشت همینطور که میبینید بهمون بیلاخ طلایی داد. خب بچه ها ویدیو رو لایک کنیم، چنل منو سابسکرایب کنیم و کامنت هم حتما بذارید. من انقدر دارم فشار میخورم معلوم نیستم. حتما گان لولی رو میگیریم ولی آخرین اسپینش انشالله تا گردونه بره 28 روز هست.
من تا یه هفته دیگه اینو جون میکنم میگیرم. سمچان 500,000 تومن میشه یک کامالا شده. نه 15 تومن نمیشه. اینجا یه 200 تا دیگه بزنم میتونم 150 تا برداشت کنم. 150 تا برداشت کنم ببین حساب کنم میشه 200 از اینجا 300 میشه 200 میشه 300 700 تا دیگه مثلا با 450 400 میشه ول کن خدا چیکار میشه الان از کتاب چی گرفتیم ما اسکیتشو ببینیم بریم تست کنیم چه چیزی از بهتر از ایکی خود نه من شاب سنگ رو دوست دارم شاب دارشم بین کسچه رو نگاه نشون این کله تخم مرغی رو میبینیم من عاشقشم اینم گرفتیم ولی ویدیوشو نذاشتم 68 تا از اینا داریم 200 کنیم میشه یه دونه اسپین گاته همه کاراکترها رو هم دارم چی کار میشه بچه حتما ویدیو رو لایک کنین یه کامنت انرژی دار بذارید و حتما چنل رو سابسکرایب کنین نه خب بچه خداحافظ